مغز انسان چند گیگ است؟ دانشمندان برآورد کردند که مغز انسان ظرفیتی در حدود 3 پتابایت دارد، یعنی چیزی نزدیک به 3 میلیون گیگابایت حافظه. برای تصور این عدد کافی است بدانید این مقدار میتواند تمام ویدیوهای موجود در یوتیوب را در خود ذخیره کند و هنوز هم فضا باقی بماند. به عبارت دیگر، مغز شما آنقدر قدرتمند است که اگر تمام محتوای ویدیویی جهان را به صورت HD جمع آوری کنید و بی‌وقفه تماشا کنید، باید بیش از 300 سال بدون حتی 1 ثانیه توقف پشت سر هم فیلم ببینید تا فقط ظرفیت آن پر شود. این یعنی ما درون سرمان یک ابر کامپیوتر با قدرت پردازشی باور نکردنی داریم. اما حیرت انگیزترین بخش ماجرا این است که مغز فقط مانند یک هارد دیسک ذخیره نمی کند، بلکه بین داده ها میلیون ها ارتباط جدید می سازد، آنها را در لحظه تحلیل می کند و بر اساسشان تصمیم می گیرد. به زبان ساده، مغز انسان یک سیستم تقریباً بی‌نهایت است و نشان می دهد که هیچ مرزی برای توانایی و یادگیری انسان وجود ندارد.